الله سبحانه و تعالی این قرآن کریم رو برای چی برای ما فرستاده؟ برای این فرستاده که ما این رو بپیچانیم در 7 رنگ پارچه مخمل و بارای تاقچه بگذاریم و وقتی که مثلا عروس داماد رو میبرن اینا ببوسن از زیرش رد بشن، وقتی که عزیزی مسافرت میره بعد از زیر قرآن رد بشه، یا اینکه بریم مثلا کسی مرد در سر قبرش بخونیم، یا روز مثلا 1 و 2 و 3 و 40 و 10 و 50 بگیریم، یا سالگردش رو بگیریم بخونیم، یا این قرآن رو همیشه ببوسیم بالا بگذاریم. دست نزنید که بدون وضو قرآن رو دست بزنید فلان علان میشیم. در برادر عزیز، این قرآن برای این است که این منشور زندگی است، قانون زندگی است، دستور زندگی است برای ما. الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم برای ما میگه که در سوره بقره است، میگه که یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوه. ای کسانی که مؤمن هستید، اگر خواستید تا یک وقتی برای کسی قرضی بدید یا معامله‌ای بکنید، این رو بنویسید. ولیکتب بینکم کاتب بالعدل، و یک شخصی این رو در بین شما با عدالت بنویسه. یکی از شروط معاملات این است که باید نوشته بشه. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم گاهی اوقات با صحابه، حتی با یهودی که در مدینه بودن، داد و ستد میکردن. بعد این رو مینوشتن، کسی رو صدا میکردن بیا بنویس. حالا طرف مثلا میگفت که یا رسول الله، یعنی شما هستید، شما را میگه بنویس، چون امر الله سبحانه و تعالی است. وقتی که با کسی معامله میکنید، به خاطر اینکه همین مشکلات پیش نیاد، باید بنویسید که به طرف مثلا فلان مبلغی رو برای فلان مسئله‌ای شما به عنوان قرض دادید، به عنوان اجیر او را استخدام کردید که این کار رو برای شما انجام بدهد، یا به عنوان دلال یا سمسار میگن فکر کنم در ایران، ایشون این کار رو برای شما انجام میدن. در عربی بهش دلال میگن، یعنی کسی که دلالت میکنه در بین فروشنده و خریدار، یا در بین خریدار و فروشنده. طبیعتاً در اصل کسی که دلالی میکنه در بین دو نفر در یک خرید و فروشی، اگر مبلغی رو از هر دو طرف به عنوان اجرت بگیره، این هیچ اشکالی نداره. مثلا شما خونه دارید میخواید بفروشید، یکی بیاد بگه من خونه تو میفروشم، اما وقتی خونت به فروش رسید من مثلا 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 من از تو اجرت میگیرم بابت این زحمتی که میکشم. شما میگید اوکی، مشکلی نیست، اینو با شما مینویسه، امضا میکنید، اونم امضا میکنه، خونه رو که فروخت 10 50 60 هر چقدر که اتفاق شده میگیره. کسی که خونه رو میخواد بخره، یه کسی هست میاد پیش یک دلالی میگه که والا من میخوام یه خونه بخرم در حدود مثلا از 10 میلیون تا 15 میلیون قیمتش باشه. طرف میگه اوکی، اگر همچین خونه‌ای برای تو پیدا کردم، من مثلا 2% از شما از قیمت خرید خونه رو به عنوان حق و زحمه خودم میگیرم، یا 10,000 یا 50,000 یا 20,000 میگیرم. با شما مینویسه، امضا میکنه، وقتی خونه رو برای شما خرید شما ملزم هستید که مزد او رو براش بپردازید. اما در صورتی که شما کسی به شما گفته یا شما به کسی گفتید که فلان زمین رو برو برای من بخر، اون به شما بگه قیمتش 50,000 است، شما بگید اوکی قیمتش 50,000 است، این 50,000 خدمت شما، زمین رو برو برای من بخر. فرض پوزش این میره زمین رو 50,000 برای شما میخره، به اسم شما میزنه و سلام نامه تمام. کسی دیگری است که میره زمینی رو اونجا میبینه، فروشنده میگه 50,000 نه 40,000، ایشون میاد به شما میگه که من یک زمینی برات پیدا کردم قیمتش 50,000 است، دروغ میگه به شما، در حالی که قیمتش 40,000 است. از شما 50,000 میگیره، میبره 40,000 رو به صاحب زمین میده، 10,000 رو برای خودش میگیره. این مثل کسی میمانه که یک پارچه نان حلالی داره، میبره در توالت با مدفوعش آغشته میکنه میخوره. این انسان حیثیت همیشه یک چیزی رو داره، یعنی اون رزق حلال و پاک و تمیز خودش آلوده کرده، کثیف کرده. در صورتی یک شخصی میتوانه این کار رو بکنه که
به طور مثال شما به من میگید که من میخوام یک زمینی بخرم، مثلا چیزی در حدود 40-50 هزار قیمتش باشه. من رفتم یک زمینی رو 40 هزار خریدم، به اسم خودم شده، من مالکش شدم، یعنی پول دادم، زمین رو تسلیم شدم. به قول عربی سلم و استلم، یعنی داده پول رو و زمین رو تسلیم شده. در این صورت مالک زمین منم. میگم یک زمینی هست، مالکش منم، طبق اون ممیزات و مواصفاتی که شما میخواید، قیمتش 50 هزاره، میخوای 10 هزار اینجا سود گرفتم. این جایز شرعاً، هیچ مشکلی نداره. متاسفانه خیلی از دلال ها امروز این کارو میکنن و این جایز نیست. اولا دروغ است، ثانیاً فریبکاری است. دروغ گفتن جایز نیست، مؤمن و مسلمان دروغ نمیگه. فریبکاری جایز نیست. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند من غشنا فلیس منا، کسی که ما رو فریب میده از ما نیست. تو الان یعنی باید با این طرف رو راست باشی. تو دلال هستی، تو صاحب زمین هستی، تو میخوای سر طرف کلاه بگذاری، این کلاه گذاشتن هست. طرف اومده مثلا گفته که من یه خونه در فلان شهری میخوام بخرم، اتفاقی که برای یکی از دوستانمون مدت قبل رخ داده بود. عکسای خونه رو میفرسته، طرف میگه قیمت خونه چنده؟ میگه والله صاحب خونه من باش خیلی صحبت کردم و با اصرار گفت مثلا 2.5 میلیون. طرف عکس رو میبینه، چیزا رو میبینه، میپسنده، میخره. بعد از مدتی اتفاقا چی بهش میگه؟ میگه که 2 میلیونشو بفرست به این شماره حساب، 500 هزارشو طرف نقد میخواد بده به من یا بفرست به من از حسابم میگیرم، خلاصه به طرف نقد میدم. اینم دوستش، رفیقش، شک نمیکنه، میره این کار رو انجام میده. طرف میره منتقل میشه در خونه. خب یک سری مشکلات پیش میاد در خونه، بعضی چیزایی که به اصطلاح اشکالاتی که بوده در خونه ایشون خبر نداشته، بعداً براش آشکار میشه. موقف طوری تغییر میکنه که روبرو میشه با صاحب خونه، میگه والله تو عجب آدمی هستی، مثلا 2.5 میلیون خونه تو به من فروختی، این همه مشکلات داره. میگه چند؟ 2.5 میلیون؟ نه بابا من 2 میلیون فروختم خونمو، شما خودت 2 میلیون برای من تو حسابم فرستادی. میگه ای داد بیداد، این طرف دروغ گفته به من. خلاصه این دوستیه که مثلا 20 ساله بود بین این دو طرف، به خاطر همین معامله، به خاطر همین دروغ به هم خورد، شدن دشمن هم دیگه. و این صفت یک مسلمان نیست که این کار رو انجام بده.